7 فرزند میماند. 7 فرزند. یک مادری دیگر سری سرپناه فرزندها. شوهر میگذرد. گاوش کشیم چی گذرانیم. دوستفند کشیم چهارباشه سری سال گفته گذرانیم. جامعی گفته هر هفته اخراق کرده وای کنی باشیم. وای کودکا را کی تربیه میکنه؟ وای غمی کودکا را کی میخوره؟ فرزندها را کی تربیه میکنه؟ زندگی اونا چی میشود؟ چی میشود زندگی اونا؟ خدای تعالی فرموده است که بنده را خاص کردم نه بر روزی سختی. این سختی است. وقتی عائله قرضدار میشود، قرض میکند، مجبور میشود که همسایه شر میکند، نکرد. انا همین. یعنی نکرد. تقلید کردن، وای کردن از یکدیگر. برای همین هر چیزی که ما در سخنرانی با نصیحت‌های خود دادم از چارچوبه آن چیزهایی که در چارچوبه قرآن مجید است، دین مبین اسلام است، نه زیاده یگان. این خودتان ببینید چقدر کار ثواب و خیر می شود. بابای داملا شرط نیست که ما گوسفند کشیم ما را فریاد کنند. همین خیلی عادت شده است. ما اول خوراکم میخوریم بعد آیت میخوریم. خانه میت برای چی میگم میت در روز عید رفته به 7 خانه اونه که مصیبت داره دیگر رفته و کردن دعا کردن در کار است. ثواب برای خودت میگیری، کار ثواب برای خودت میکنی. دعا رو میباشی. خواهش میکردم که درست فهمیم، درست درک کنیم. خب منم الحمدلله فرزند مسلمان هستم. در چند مراتبه خانه خدا زیارت رفتم، کعبه‌الله را زیارت کردم. من هیچگاه در بدبختی ملت خود نیستم. کارهای ما میکنیم در یگان دولت اسلامی مسلمانی نمیکنم. نیست.